از هیچ کس نباید سوال کنی که من برم این کار رو بکنم یا اون کار رو نکنم. هیچ وقت از هیچ کسی سوال نکنید، هیچ نظری نخواه از کسی، بگو من این کار رو بکنم یا اون کار رو نکنم. تنها از کسی نظر بخواه یا از کسی سوال کن یا حرف کسی رو برو گوش کن که اون کار رو انجام داده و به انجام داده، تجربهشو داره. اگه بری از کسی سوال کنی مثلا من برم این کار رو کنم و اون کس اون کاری رو انجام نداده بود انجام نداده باشه، نسبت به شعورش میخواد به تو یه چیزی رو بگه. مثلا میری از پدر مادرت مثلا اونو میخواد راهنمایی کنن، تو بگو مگه این کار رو انجام دادی، میتونی اطلاعاتی داری در مورد کار من بدی، بده. کسی که این کاری رو انجام نداده، یه سری اصلا خیلی چیزها رو میدونن، همه رو میدونه، من اینو میدونم، من اونو میدونم، مثلا این اطلاعاتو دارم، اون چیزها رو میدونم. بعد مثلا نگاش میکنی مثلا میگی چقدر پول داری تو، چی داری؟ هیچی نداره، غذاشو به زور داره میگه، بعد همه هم میگه من میدونم. خب این تو توهم داره زندگی میکنه، این تو درگیر ذهنش هم از کودکی، از 1 سالگی تا 7 سالگی پروگرام شده. همون افکار از 2 3 سال 5 سال 6 سال 7 سالی تا الان 60 سال 70 سالش داره تکرار میشه. تو اگه بری از اونو سوال بخوای، از اونو کمک بخوای، اون چیزی نداره به تو بگه. برید از آدمایی که کاری رو انجام دادن، کسی که رفته مدیتیشن کرده، کسی که رفته مراقبه کرده، کسی که رفته زندگیشو تغییر داده، از اونا برید سوال کنید و کارهایی که اونا به شما میگن رو انجام بدید و اونا میتونن به شما کمک کنن و بقیه نمیتونن کمک کنن. بقیه چیزی نمیدونه، چیزی حالیش نیست در این رابطه. و خیلی راحت شما رو میتونی زندگی رو تغییر بدی هر جایی که هستی. تو ایران که اصلا خیلی راحت